سلام دوستان عزیزم. امروز یه کتاب رو میخوام بهتون معرفی بکنم به اسم 7 گناه کبیره در بورس و راه‌های غلبه بر آن. مترجمش آقای امیر اسکندریه و نویسندش روس بارونز روزولت. سرفصلاش هم سرفصل نداره. جالب بود. این کتاب چرا سرفصل نداره؟ خب نداره. یه قسمتیشو براتون آماده کردم که بخونم. میدانست قرار نیست 700 سال عمر کند. این بار باید کار را یکسره میکرد. همین یک بار فرصت زندگی کردن داشت. جیسون سوار بر فراریش به سوی محل کار میراند. او در بازار بورس شیکاگو معامله میکرد. منتظر بود کار روزانه شروع شود. تصمیم داشت امروز هر وقت فرصت دست داد حجم معاملاتش را افزایش دهد. دیگر جایز نبود کم توقع باشد. باید آن خانه کنار دریاچه میشیگان را میخرید. شاید میتوانست تا آخر هفته پولش را در بیاورد. قیمت خانه را نقد پرداخت کند و آن را صاحب شود. از اینکه سر کار میرفت واقعا احساس خوشبختی میکرد. شغلش را مثل یک بازی بزرگ میدید و این بازی یک ماجراجویی نیازمند جرأت بود. این بار میخواست درباره سهام برنده تهاجمی و با ریسک بالا عمل کند. قطعا سهامش را افزایش میداد. همینطور در فروش سهام بازنده تهاجمی عمل میکرد. میدانست مردم در بستر مرگ برای کارهایی که انجام دادن احساس پشیمانی نمی کنند، بلکه حسرت کارهایی که نکردن می خورند و اون میخواست همه کار بکنند. اخبار رأس ساعت 9 منتشر می شد. به یقین مسیر اخبار را می دانست و اینکه جمعیت چطور در برابر اخبار واکنش نشان می دهد. تصمیم داشت با همه قوا وارد معامله شود و به محض اینکه بازار موافق میلش حرکت کرد به سهامش اضافه کند. میدانست این کار خطرناک است، اما مگر میشد این بازی را بدون خطر انجام داد؟ به علاوه انجام این بازی کلی آدرنالین در بدنش ترشح میکرد. وقتی اخبار منتشر شد جیسون خودش را در طرف مخالف جریان یافت. هیچ موقعیتی برای معامله در مقابلش نمیدید و هرچه تلاش میکرد نمیتونست سهامش رو بفروشد. ارزش سهام مدام کاهش می‌یافت و اون نمیتوانست بفروشدش. وقتی اوضاع قدری از تلاطم افتاد و او به وضعیتی باثبات رسید مقداری پول از دست داده بود. چرا اینقدر رو اخبار حساب باز کردم؟ چرا اینقدر بی‌پروا عمل کردم؟ اگر همه دار و ندارم رو از دست میدادم چی؟ خب امروز بعد از ظهر باختم و جبران میکنم. اتفاق بد توی روز برای آدم تکرار نمیشه. شادم شد.